برای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، صبح بتوانی با خیال راحت فرزندتو به مدرسه بفرستی بدون دغدغه، بتوانی به محل کسب و کار بری. امنیت در مسائل شخصی یعنی بتوانید شما با احساس امنیت زندگی کنید، خودتون، فرزندانتون، خانوادهتون، کارتون، کسبتون، مسافرتتون، تفریحتون همراه با امنیت. با تمام توان اومدیم با جنگ و مبارزه با اراذل اوباش. کسایی که عربده کشی کنن، قمه دست بگیرن، مزاحم زن و بچه مردم بشن، زورگیری بکنن، اسلحه کشی بکنن، زورگیران مسلح، چه سلاح سرد چه سلاح گرم، اینا جزء مصادیق اراذل اوباش هست. سردار رادان گفتن که به حکم قانون بله اگر مقاومت کنن از روی اونها رد میشیم. اراذل اوباش دشمن امنیت روانی خانواده ایرانی و جامعه ایرانی هستند. به حکم قانون این افراد بایستی که از بین برن، نباید بتونن. اگر بخوان ادامه بدن که باید از بین برن.